متاسفانه امروزها میبینیم که عدد زنهایی که قصد به خودکشی میکنند خیلی زیاد شده است. به نظر بنده عاملهایی که زن را به خودکشی و ناامیدی از حیات میرساند این دور بودن از تعلیمات اسلامی است که عظمت و بزرگی گناه خودکشی از قلبهای آنها رفته است و عاقبت این کار خود را نمیدانند. و عامل دیگری آن این است که حقوق زن از طرف شوهر و یا خانواده شوهر پایمال می شود و به زن ظلم و ستم کرده می شود که در نتیجه زن از حیات ناامید شده قصد به خودکشی می کند. برادران عزیز، همسرانتان را احترام نمایید. شما می توانید آنها را با رفتار نیکو و رعایت کردن حقوقشان به حیات امیدوار کنید و از این گونه فاجعه های ننگین پیشگیری نمایید. با همسرانتان رفتار نیکو داشته باشید، چون که خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم به نیک رفتاری با زنان تأکید کرده اند. خداوند در آیه 19 سوره نساء می فرماید: استعیذ بالله و عاشروهن بالمعروف، و با آنها یعنی با زنان به شایستگی رفتار نمایید، یعنی با زنان رفتار نیکو داشته باشید. و در حدیثی که آن را بخاری و مسلم روایت کرده اند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: استوصوا بالنساء خیرا، یعنی با زنان رفتار نیکو داشته باشید. زن را با طلاق دادن و جدایی نترسانید. زن را شیطان و به عقل گفته تحقیر نکنید، چون که خود شما از یک زن به دنیا آمده اید. جوان گفت: زن عقل ندارد. شیخ در جواب گفت: بی عقلی زن در آن است که تو بر اینها را 9 ماه در بطنش نگاه داشت، 2 سال شیری سفید داد، 18 سال با مهر پرورش کرد تا امروز بیایی و به عقل بگویی و تحقیرش کنی. اولین نوشنده آب زمزم زن است. اولین سعی کننده بین کوه صفا و مروه زن است. اولین کسی که ایمان آورد زن است. اولین شهید راه اسلام زن است. اولین سامان دهنده هجرت زن است. براستی زن چه شخصیت بزرگی است. زن مادر است که برای جامعه بهترین شخصیت‌های را هدیه می کند که به آن خیلی نیاز دارد. تمام پیامبران، دانشمندان، بزرگان و رادمردان تاریخ را هم زن به دنیا آورده است که تا روز قیامت الگو و نمونه بهترین برای تمام بشریت هستند. زن همسر است که در کنارش آرامش حاصل میکنی و تمام نظم و ترتیب خانه به دست زن به سامان میرسد. آماده کردن طعام، پختن نان، لباسشویی، کاسه‌شویی، تربیه فرزندان، همه اینها به دست زن سامان میگیرند. زن دختر و یا خواهر کسی هست که چطور تو نمیخواهی که با دختر و خواهر تو کسی بدرفتاری کند، آنها نیز نمیخواهند که با دختر و خواهر آنها بدرفتاری شود. اگر از همسرت یک کوتاهی دیدی، در حال او را با سخنان دلخراش و یا صدا بلند کردن آزار مده. وقتی از یک کوتاهی زن ناراحت میشوی، خوبی‌های او را به یاد آر که خوبی‌های او در برابر یک کوتاهی خیلی زیاد هستند. زن مادر فرزندانت است که نمیخواهند مادرشان را رنجیده و آزرده خاطر ببینند. برادران عزیز، در حق زنان از خدا بترسید، با آنها رفتار نیکو داشته باشید و حقوقشان را رعایت نمایید. گمان نکنید که زن نمیتواند انتقام بگیرد، بلکه او خدای توانایی دارد که انتقامش را از شما میگیرد.
والسلام علی من اتبع الهدى.